آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم. ور تو بگویی که نی نی شکنم شکر برم. آمدم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم. آمدم که ره زنم بر سری گنج شه زنم. آمدم که زر برم زر نبرم خبر برم. گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن. گر ز سرم کلاه برد من ز میان کمر برم. اوست نشسته در نظر من به کجا نظر برم. اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم. آن که ز زخم تیر او کوه شکاف می کند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. در هوس خیال او همچو خیال گشتم، و سر رشک نام او نام رخی قمر برم. این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من، گفت بخور نمی خوری پیش کسی دیگر برم. این رسالت کتابدار و کتابخوان است که پیوسته در جستجوی پیام راستین قاصد نور باشد. این رسالت کتابدار و کتابخوان است که انتظار آمدن فروردین و میلاد نیلوفرین بماند تا پخته شود جوهر اندیشه اش. این زحمت کتابدار و کتابخوان است که با لطف سخنوران رسالت شناخته آیندگان اصل نبشناخته را به سوی ابتدای شفاف، به سوی چشمه های آغاز، به سوی شناخت دعوت بنماید. و این نفر مرد غیور تاجیک زیایی زمان پروفسور عمر سفر همین سان کتابدار و کتابخوان است. همین سان کتابخوان است که همین کوه مسئولیت را پشت شانه ها چند ده ساله می شود که بیکم و کاست و حتی شایسته برداشته و حرف و هجای بعدی نیست در تفسیر کار و پیکار این چهره سرشناس روانه شده. اینک بفرمایید. در همه دور زمان از گذشته دور حتی تا به امروز تجربه شده است که نفرای ظهور میکنند که برای رفع خالگی جامعه خیلی سهمی بارز دارند و من امینم که یکی از همین گونه شخصیت ها استاد عمر سفر هستند که تا به امروز خیلی برای پیشرفت جامعه و اصلاح جامعه خدمت کردند. و زبانم که خوب میداند چند پاویس یا قصه که به چاپ رسانده است، مثلا قصه همون شهنازه‌اش به چندین زبان ها ترجمه شده است. روزهای نزدیک حتی به زبان کره هم ترجمه شد. چند بودی هستند و از چند پهلو میتوان به شخصیتشون، به هنرشون، به فعالیتشون نگریست. از جمله استاد عمر سفر همچون در اول همچون دکتر علم، پروفسور، محقق و از یک پهلوی دیگر یکی از راویهای بهترین کتاب امروز اشعار زیاد و آثار زیادی را به سمع شنونده رساندند و در این میان همچون یک نویسنده تازه نظر و تازگو نیز بین نویسندگان و منقدان شناخته گردیده و آثارشون امروز دسترسی وسیع خوانندگان قرار گرفته و همچون یک نویسنده محبوب پذیرفته شدند. انسانی بسیار با ذوق هستند. با ذوق این چیز مهم است، چون که وقتی که آدم ذوق دارد در چندین رشته میتواند موفق باشد. عمر سفر، شرقشناس، دکتر علم فیلولوژی، پروفسور، زاده دهه سری مزار ناحیه خاولینگی سبز پر از گل و گیاه و خوش آب و هوا، ختم کرده دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، فاکولته شرقشناسی. راه‌های طی کرده
лаборант, ассистент, муаллими калон, доцент, сарвари факулта ва феълан мудири кафедра дар факултаи шарқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон. осори илмӣ: пайроҳаи нимо, сиёвуши касроӣ ва шеъри нави эрон, мусофири ҷодаи хуршед, нимо ва шеъри форсӣ, инқилоби машрута ва шеъри муосири эрон, аз хоки рангбохта ватандорӣ биомӯзем, тавбаҳои дардолуд, зистан бо шеър, бигу тарона бимонад, торикравшани шинохт. осори адабӣ: шаҳноза, бӯи шаб, бозгашти падар, садое аз хилват, фалсафаи дӯст доштан. наворҳои савтӣ: бишнав аз най, мавлонои балх, шикасти ҷом, ҳаким умари хайём, дар масири бод, гулназар, гавҳари ашк, фарзона, зинаву зинда шавем, ҳабибуллоҳ файзуллоев, ман намемирам, лоиқи монда дар ёдҳо, анҷумани хок, сайф афардӣ. неъмате ки аз моли дунё дорад, арзишмандтаринаш китоб аст ва шуғли оромбахши қалбаш низ китобхонист. Умар Сафар, профессор. دیگر ارتباط با کتاب و کتابخانه رو چند ده ساله پشت سر شده و اما ارتباط نخستین با نخستین کتاب با نخستین کتابخانه باید مثل یک خاطره ثبت در ذهنتون نقش بسته باشد یا نه؟ در موقع ظهور چون سال حتما گوشه ای از زندگی به یاد کس میرسد. کتاب خانی و شوق با کتاب و مهر به کتاب نیز یک سرچشمه دارد و اکثر این سرچشمه از خانواده ارتباط میگیرد. برای من فکر میکنم که نخستین انگیزه و نخستین نفری که من را به این دنیای تماشایی راغب ساخت و انگیزه داد و هدایت کرد پدرم بود. پدرم که بدون آن که گفته باشد که کتاب بخوان، چون او همیشه کتاب میخوان و در رفتار بله و وقتی که کتاب میخوان و برای گوش کردن خوانده های او خیلی نفرایی بودن که جمع میشدن، کتاب های قدیمی بودن، کتاب هایی بودن که او میخوان و خیلی روان میخوان. مخصوصا دستخط ها رو من تا به حال مثل پدرم کسی رو ندیدم که بدون مشکلی دستخط ها رو خوانده باشد. از یک دیوان میرزا عبدالقادر بیدیل چند گونه بود در اون که یکی از خط شکسته بود که وجود و کسی دیگری اون رو خوانده نمیتوانست. البته دیدن این منظره ها و دیدن این لحظه ها آهسته آهسته کس را میکشد، مثل گرداب میکشد. و بعدن که دیگر زندگی در دامن مکتب بود و زندگی دانشگاهی که کاملا ما را پابند و گرفتار کرد با کتاب و جهان زیبای کتاب و کتابخانه. بله، سلامت باشید. از زندگی گفتید، چرا استاد انسان میتواند از سرزمین، از خاک، از کودکی دور شود و اما از انگیزه های زندگی به هیچ وجه؟ چرا؟ این سوال شما یک کتابی شاعر معاصر ایران قیصر امینپور رو به یاد می‌آورد. یک کتاب دارد با نام بازگشت به کودکی و او میگوید که شاعری یک نوع بازگشت به کودکی است و آنچه که او در این کتابش موردی بررسی قرار میدهد و مثال‌های می‌آورد بر اساس نوشته ها و اندیشه های یکی از روانشناسان بسیار مشهور غرب، پیاژه است. و این معنی که اینکه زندگی آهسته آهسته میگذرد و انسان به کمال میرسد، ولی در مقطع از زندگی اون خاطرات گذشته در ذهن زنده می شود. بله. بله. و انسان خواسته و ناخواسته اون ایام کودکی را با تمام جزئیاتش زینه به زینه به یاد می آورد و در همین به یاد آوردن و در همین برانداز کردن مسیری طی شده است که گویا کودکی از نو تکرار می شود. بله، مثل دنبالگیر ما است پیوسته. بله، دنبالگیر ما است و شاید که کانون زندگی خودش همین باشد. خاصی فردی نیست بلکه جنبه همگانی دارد.
فقط با تفاوت اینکه اهل هنر، اهل کتاب، نویسندگان و شاعران در چنین مواردی آن چیزی که به یاد می آید و آن چیزی که به ذهنشون می رسد آن رو روی کتاب می آورند. مردم دیگر فقط ذهناً به یاد آوردن اون خاطره ها لحظه خود را شاد می کنند و با همین زندگی باز هم ادامه پیدا می کنند. ایشون یک مکتبی بسیار عجیب گذاشتن در فاکولته شرقشناسی. ما میدانیم که یک مرکزی بسیار قوی ایران شناسی بود در اونجا، در همین فاکولته شرقشناسی، و استادان بسیار زبردستی بودند که از دوره دانشجویی با از جمله استاد فیضعلی نجمانوف و استادان دیگری که در همون وای کافدرای فیلولوژی ایران درس میدادند با همین هنر و استعداد عمر سفر احترام داشتن. از همون وقت من یادم است که بعضی کارهای بسیار جدی، یگان کارهایی که مهمه که مثلا یگان اثر آماده کردن چوب در کار باشد، این خیلی کارهای جدیه. با سطح دانشجویی عمر سفر مثلا چی نگاه نکرده استادا میسپردن و این کار استاد عمر سفر در همون دوره جوانیشون در سطح بسیار احسن انجام میدادن. یعنی این آدم یک شخصیتی هستند که از آغاز دوره دانشجوییشون پیوسته در یک مسیر جستجو هستند، هم در عالم پژوهشی ادبیات و هم در عالم آفرینش ادبیات. از بس که با تحلیل یا تحقیق شعرهای بسیار نیرومندی ایران، مثلا نیمایوشیچ، مثلا احمد شاملو، مثلا سیاوش کسروی، اینا یک چهره‌های بزرگی از شعر معاصر جهانی هستند. با اینا که به تحلیل اینا که سر و کار میگیرد، همین چیز با او به معنای مثبتش سرایت کرده است. همین گونه یک کشافی ها، همین گونه یک هنری بلندی، دیدن زیبایی ها، دیدن ماهیت عالم اشیا اگر بگوییم اندک ویتر فراختر. و این عمر سفر همین جهت ها رو بسیار نازک به مشاهده میگیرد و در تحقیقاتش از بس که خود ایجادکار است، با کارگاهی ایجادی بهتر شناس است، عمیق‌تر رفته است، ژرف‌تر وارد شده است. برای او تحقیق آثار هنری دیگران خیلی آسان‌تر گمان میکنم. هرچند آسان نیست، اما نسبتاً آسان میسر می شود. چیزی سره از ناسره جدا کرده میتواند، چیزی خوب از بد جدا میکنه، چیزی مثلا هنرمندانه از چیزی بی‌هنرانه فرق میکنه و این چیز برای مثلا مخصوصا در تحقیق ادبیات بسیار مهم است. منقدان هم میباید که امروز به آثار نثری استاد عمر سفر همین گونه مناسبت داشته باشند و شاید روی آوردن استاد عمر سفر به بهرام فیروز، به سیف رحمزاده افردی و به دیگر نویسنده ها از این نکته نظر است که ما منقدان هم باید به آثار استاد عمر سفر همین گونه باید نظر افکنیم. در حدود قریب 23 سال هست که و مدیر کافدرای فیلولوژی ایران است و در این بین در حدود 4 سال دکان یا همون رئیس فاکولته همین رو به دوش داشت و این برای هر یک راهبر دو چیز بسیار مهم است. اگر انسان فراست خوب داشته باشد و تحمل پذیر باشد، همین دو خصلت در عمر جان هست. فراست بسیار بلند دارد، آداب بسیار خوب دارد. تا امروز نه یگان معلم نه یگان دانشجو آواز بلندی و نشنیده است و بیان کس با یگان خشونت گپ نزده است و تحمل پذیر است. این دو جنبه برای راهبر بودن بسیار مهم است که تا امروز کافدر بسیار خوب است، جوانهای بسیار خوب تربیت کرده است. تا امروز در حدود 15 نفر زیر راهبری و نامزدی حمایت کردند که نه تنها از خود تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان هستند، از ایران هستند، از عربستان سعودی هستند و این بیانگر آن است که ما امروز یک ایرانشناس خوب داریم. اگر پیوسته رابطه داشته باشیم با کتاب، پیوسته رابطه داشته باشیم با کتابخانه، میتوانیم که احساس بودن را در وجود خود بیدار کنیم و خود را با من خود آشنا سازیم. یا باز مشکلی های دیگری هم دارد؟ گپ در این است که انسان مثل هر موجود دیگری احتیاج به کمال دارد. بله. کتاب است که خب هم انسان را کمال اخلاقی میدهد، هم کمال
معنوی میدهد، هم شناخت جهان و شناخت دنیا توسط همین کتاب صورت میگیرد. و وقتی که چنین شناخت توسط کتاب صورت میگیرد، خواندن و مطالعه کردن بودن را، هستن را معنیدار میکند. بله. با این واژگان این کتاب است که ما با ماهیت زیست، با سرشت زندگی کردن و زیستن و زندگی را زیبا ساختن پی میبریم و آن را درک میکنیم. درک اومدن و رفتن می‌نماییم. بله. یعنی استاد کتاب میتواند که مثلا شایسته خواننده رو، اگر خواننده هوشمند باشد، فراتر از زمان، فراتر از محدوده زمانی یا مکانی ببرد. همین طور؟ این کاملا درست است. گپ در این است که وقتی که انسان به این مجرای خروشان وارد می شود، خاصیت کتاب است که جنبه کشندگی دارد و وقتی که سر یک واژه یا یک موضوع یا یک مطلب در کتاب ذهن ما را درگیر می کند، حتما ذهن نمی تواند که در یک نقطه ساکن و قرار داشته باشد. شروع می شود حسی جستجوگری، حسی این که شاید که گام دیگر بردارم و چیز دیگر ببینم یا با سرمنزل دیگری برسم، با مطلب دیگری برسم و در همین پیوستگی و همین زنجیره است که آهسته آهسته مسیر شناخت صورت میگیرد. مسیری خب دیدن و حس کردن و خب زیستن صورت میگیرد و انسان نمیتواند که دیگر خود را کاملا چه بگیم که ساکن و دانشش تمام شده حساب کند. یعنی از پس این جهانی که ما خب دیده ایم، از پس این جهان دیگر است. از این نکته‌ای که رسیده ایم، از پس اون حتما باز نکته های دیگری شروع می شود. مطالب کتاب است که به ذهن خاصیت زایندگی می دهد. در مرحله خود ذهن شروع می کند به چه؟ به سبزیدن، به چیزی برویدن، با آفریدن. بله. کتاب که راه بلد بود تجربه اندوخت، حکمت برداشت، کامل گردید، رشد کرد و اکنون چون هنرمند رسالت شناخته با حضور روشن، با ذوق آفرینندگی و هم پر از شادی آغاز، با اندیشه بیکر و سازنده هر روز به استقبال شاگرد می شتابد. سلام علیکم. سلام. شاگردان عزیز، امروز هرگاه که سخن از شعر نو، تجدد و نوآوری در ادبیات در میان میافتد، حتما از نیما یاد میکنم. مثل نوبتی و با مخمس و مسدس دیگر که هر یکی باز با چی اوزانی با خود دارند. پرکاری و انسان رو به حیرت میارد. جنبه فعالیتش نه تنها به پژوهش ادبیات ایران است و محقق خوبی ادبیات معاصر تاجیک هم است. مثلا درباره افردی، درباره بهرام فیروز تحقیقاتی که انجام داده است یا درباره شعر سفیدی که در تاجیکستان هست انجام داده است، تا امروز از طرف دیگر محققای ادبیات شناسای تاجیک به همین پایه صورت نگرفته است. تا امروزه مثلا یگان محققای ما از محققای امروزه ادبیات نمیدونم که مثل استاد عمر سفر با کمال حوصله با پژوهش و تحقیق آثار سیف رحیم، داستان‌های علاهیده او مشغول شده باشه و ایشون یک سلسله مقاله ها دارند که در این مقاله ها یک پهلو، یک جنبه، یک مهمترین صفت‌های فضیلت‌های نویسندگی و شخصیت ادبی مثلا سیف رحیم گشوده میشد و با خواننده بازگو میشد و من گمان میکنم که وظیفه و رسالت ادبیات شناسی و نقد ادبی هم همین است که ماهیت اثر ادبی، آثار ادبی برای خواننده بازگو کنند. از چند پهلو مثلا تاثیری عمر خیام به سیف رحیم‌زاده افندی و سبکی سورلیستی سیف رحیم‌زاده افندی و انتخاب موضوع و عموما در محتوای آثار سیف رحیم‌زاده افندی در همین کتاب وطنداری بیاموزیم بازگشایی کردند که برای محققان آثار نسلی سالهای 80 یک راهنما و یک گویم کتاب میتواند همچون یک دستور عمل برای ما شاگردان خدمت میکند که ما میتوانیم از با استفاده از این کتابی وطنداری بیاموزیم استاد عمر سفر به
هنر نویسندگی سیف رحمزاده افردی آشنایی پیدا کنیم؟ سیر افق، سیر جهان، سیر عالم بیرون است نمیتونه و اما سیر انفس، سیر روحانی، سیر معنوی، سیر در باطن انسان است. پس ما رو چی میباید، با چی رنگ، با چی هنگ، با چی جرأت میتوانیم سیاه باشیم و به سیر برایم؟ سیر به باطن خویش. سیر به باطن هم بدون سیر در کتاب، در جهان کتاب نمیتواند که چی شود، عملی شود. کتاب است که مثال انگیزه میدهد، کتاب است که آهسته آهسته ذهن را به کمال میرساند، کتاب است که آهسته آهسته انسان را به معانی، به مظاهر مختلف زندگی و به مسائل هستی آشنا میکند، به ماهیت زیستن و به ماهیت بودن و به مسائل دیگری که انسان در امتداد زمان، در امتداد زندگیش با آنها برخورد میکند، آنها را آشنا میکند. و اگر زمان انسان شروع میکند با دانستن مثال باطن خیش و با آشنایی با باطن خیش، فکر میکنند که باز هم سرچشمه اصلیش همین کتاب است. نمیشود که در یک گوشه نشستو درباره جهان باطن اندیشه کرد بدون مطالعه، بدون شناخت، بدون معرفت جهان هستی، بدون اطلاعات. بله بله، سلامت باشه دوستان. همین کتاب بود که شما را صاحب علم کرد، راه تحقیق را به سوی شما کشاد، قلم شما را برا کرد، دیگر اعتراف شدید به حیث زیایی ملت، عالم، اعتراف شدید به حیث منقد، محقق، اعتراف شدید به حیث یک نفر نویسنده تازه خیال. از مقامی که دارد و از مقامی که زحمت های شما دارد قانع هسته؟ انسان یک موجود است که هرگز نمیتواند که قانع باشد. قانع نبودن است که زندگی ادامت پیدا میکند. قانع نبودن است که انسان به انسان امید میدهد، به انسان آرزو میدهد. یعنی که قانع بودن، قانع شدن انجام آغازهای تازه میتواند بودن. بله بله، به یک مرحله که میرسی و گویا که کاملا همه کارها تمام شده است، ولی از یک گوشه باز صدای از این برمیخیزد که نه، هنوز کافی نیست، هنوز کافی نیست، جهان دیگری در پیش است، جهان باز هم دلپسندتر و جذابتر و تماشایی‌تر. پس سوال دیگرگونه باز استاد، زحمت بالای علم، کوشش، پژوهش، طلب، پرخاش در نویسندگی، در نقد ادبی، در علم مثل که همه به یکدیگر مانندند، اما با وجود شاخه های گوناگونند. آخر زحمت ها شاید گوناگون باشد، لذت ها شاید گوناگون باشد، کدام به کدام بیشتر قوت میبخشد، کدام به کدام بیشتر راه میکشاید، کدام بدون دیگری نمیتواند. من فکر میکنم که تحقیق است که میتواند رکن اصلی باشد در این میان، سرچشمه اساسی باشد یا مبدأ اساسی باشد. چرا به این خلاصه آمده؟ چون تحقیق همیشه جستجوگری را تقاضا میکند. برای بیان ساختن یک اندیشه، برای دقیق کردن یک مطلب، انسان گاه چندین کتاب و سرچشمه های را نگاه میکند و در چنین روند است که نکات دیگری را ما دیدار میکنیم و هر یکی در ذهن ما یک صورت یا که اندیشه دیگری را به ظهور میرساند. برای همین باز هم میگم که تحقیق بیش از دیگران، از آنچه که گفته شد، بیشتر میتواند که در این میانه پیشرو باشد. شعر که خوب میخواند، درک میکرد. موضوعی که انتخاب کرد موضوع شعر فارسی عصر 20 از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی و این موضوع در بریشی یا در بستری تحول مضمون و شکل مورد پژوهش قرار گرفته است و من با باوری گفته میتونم که کار رساله دکتری عمر خوجه یک رساله منحصر به فرد است. با وجود اینکه در اطراف شعر فارسی قرن 20 کارها زیاد انجام شدن، ولی در از دید تحول شکل و مضمون تا
کاری که عمر خوجا انجام داد همینطور رساله صورت نگرفته بود. در سطح مثلا بهترین نویسنده‌های امروزی ادبیات ما ایشون مثلا قلم میرونند. بعد وای است یک زبانی بسیار جالب دارند. زبانی جالب دارند در نوشته‌های ادبیاتشون که زبانشون به یگان کس مانند نیست. این کس هم خودشون که محقق شعر هستند و نثر می‌نویسند، تأثیری همون مثلا پژوهش‌ها و همون مثلا نزاکت‌های شعر ادبیات ما در نثر چی میکنن و تصویرهای بسیار عجیب دارن. شخصیت‌های داستانیشون بسیار شخصیت‌های خاطرمان و جالب هست که مثلا در بین خوانندگان خیلی شهرت دارد. به گفتگو، گفتار، کردار، ذوق و حسن بیانش هم قدم زمان است. صداقت به نیاگان، صداقت به سخن، صداقت به روز و شبی در گذر به زندگی، بالاخره صداقت به زحمت، این نعمت است که آب و گل نه همه کس با آن سرشته شده. پروفسور عمر سفر که استعداد جان کاستن و زحمت کشیدن دارد، بر وقت این نعمت را دریافته است. از اینجاست که چون تاجیک از نسب بلند رویده، به ابتدای خود بسیار اندیشیده و پر از شوق و آرزوی آفریدن، با نغمات تازه، با گام‌های استوار و با امید به عالیگی فردا، به هر کاری که همت می‌بندد، چون مردان روزگار از همت بلند حتما جای می‌رسد. همچنان در تربیت متخصصان ساحه شرقشناسی، در تیار نمودن دستورهای تعلیمی و متدی، در تربیت محققان جوان، در تألیف کتاب‌های درسی برای مکتب‌های میانه و در نوشتن مقاله‌های زیادی علمی شایسته دست بالا شده. صورتگر نقاشم، هر لحظه بوتی سازم، وانگه همه بوتها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، با روح در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. تو ساقی خماری یا دشمنی هوشیاری، با آن که کنی ویران هر خانه که می سازم. جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو، چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم. هر خون که ز من روید، با خاک تو می گوید، با مهر تو هم رنگم، با عشق تو هم بازم. در خانه آب و گل به توس خراب این دل، یا خانه درآ جانا یا خانه بپردازم. وقت میابید که شعر میخونید و او شعر را تحت موسیقی پیشنهاد خواننده مینمایید، پیشنهاد شنونده مینمایید. حتما هدف دارید. محبت و میل است که از خردی در نهاد من جا گرفته. این عشق هم سرچشمه‌اش خانواده است. و گاه اشاره هم میشود که تو سینت به جای رسید، نمیشود که شعر و ترانه خواندن رو کنار بگذاری. اما من فکر میکنم که تا وقتی که هستم من نمیتوانم که شعر نخوانم. وقتی که یک شعر رو، یک پاره شعر رو میخوانی، مثال برای من گویا یک دنیای دیگری شروع میشود. دنیایی که سالها گویا در آغوش او زیستم و هر وقتی که به حرم آن وارد میشم گویا همه چیز از نو آغاز میگردد. از دیروز استاد تا به امروز انیق که مثلا شعر حالت روحی شما رو تغییر داده است خوندن شعر، اما مجرای روزگارتان را توانسته باشد که تغییر بدهد یا نه؟ شعر دارای نیروی بزرگی است
پرقدرت است. پرقدرت است و یکی از نیروهایی که میان تمام اون نیروهایی که در چهار دیوار و در چارچوب و در واژگان یک شعر است، فکر میکنم که جنبه بازدارندگی شعر بسیار ارزشمند است. گاه یک مصرع زیبا، یک بیت زیبا میتواند که یک دنیای از خشم و غضب را فرو نشاند. من بسیار به یادم میرسه لحظاتی که من وضع را خیلی برهانی میدیدم، وضع را که اگر مثال اقدام صورت نمیگیری و اگر چاره اندیشیده نمیشد، شاید که مثل که برای شورش کردن آماده بودن، برای شورش کردن آماده بودن، ولی خواندن یک بیت من دیدم که چگونه وضع را معتدل میکند. بله. چگونه طرف مقابل را خب به فکر کردن وامی دارد. بله. و فکر کردن وامی دارد که کسی که در مقابل ما هست کسی عادی نیست. هم آبله هم چشم پرآب است دل ما، پیمانه صد رنگ شراب است دل ما. غافل نتوان بود از این منتخب باز، هشدار که یک نقطه کتاب است دل ما. باغی که بهارش همه سنگ است و دل اوست، دشتی که غبارش همه آب است دل ما. ما خاک از جا برده سیلاب جنونیم، سرمایه صد خانه خراب است دل ما. پیراهن ما کسوت عریانی دریاست، یک پرده تنکتر ز حباب است دل ما. در بزم وصالت که حیا جام به دست است، گر آب شود باده ناب است دل ما. منظور بتان هر که شود حسرتش از ماست، یار آینه می بیند و آب است دل ما. تا آینه باقی است همان عکس جمال است، ای از خروشی که نقاب است دل ما. تا چشم گشودیم به خویش آینه دیدیم، دریاب که تعبیر چه خواب است دل ما. ای آهی اثر باخته آتش نفسی چند، خون شو که ز دست تو کباب است دل ما. آینه همان چشمه طوفان خیال است، بی دل چی توان کرد سراب است دل ما. زی محبت، زی عشق، زی همین کشش با کتاب و با کتابخانه که واقعا هم تاثیرش در روان یک نفر صاحب علم، یک نفر چهره سرشناس ملت اینقدر آزاده روشن احساس می شود. همین محبت را استاد که شما از خانواده نخواست گرفتید، از بیان پدر نه، از رفتار پدر آموختید. همین محبت را، همین عشق را، همین تمکین یا تلاش را وقتی که رو بر روی بچه خلق به دانشجو هر صبح میبراید، از آتشه که چشمان ایشان از نفر احساس میکنید یا نه، هستند در میان جوانان ما، در میان فرزندان ما نفرانی که در تار و پودشان علم سریشته شده است، یا مثلا نیت های سخت در اندیشهشون هست که برای اصول احساس میشود، یا عاشق و شهیدای شعر هستند. من 38 سال است که با بچه ها سر و کار دارم، با دانشجویان، و اگر دانشجویان سالهای آخر را بگیریم ما میبینیم که وضعیت روز به روز خوبتر می شود. اونایی که به شعر و به ادبیات
علاقه دارند تعدادشان زیاد می شود. اگر یک قیاس با مثال چند سال پیش شود یا که با چند ده ساله شود، ما می بینیم که این تعدادها خیلی بارورتر و پرظرفیتر از نسل پیشین هستند. همین امید می دهد که زندگی روز به روز با یک مجرای دیگری وارد می شود و یک نسل است که می تواند کاملا زندگی ما را دیگرگون سازد. نسلی که هم نیروی ذهنی دارد، هم دانش دارد، هم خب ذوق دارد و هم محبت و دوستداری دارد. این بسیار مایه نشاط و مایه رضایت یک استاد و یک معلم می تواند باشد. ولی چون این صحبت هر روز نمی شود، یک نکته را باید ذکر کرد که ادبیات معاصر ما، مخصوصا شعر امروز ما در پیش نسل امروز قرضدار است. شاعران ما باید که بسیار بکوشند، بسیار مطالعه کنند، بسیار اندیشه کنند تا موضوعاتی که اطرافشان صحبت میکند موضوعات مثال جوابگوی طلبات جوان این زمان باشد. دومی که مثال محدود نباشند. زندگی ما اینقدر مظاهر دارد، اینقدر گفتنی ها دارد که فقط آن را چشم شاعر و چشم ششم شاعر میتواند که ببیند. زیایی زمان کی را گویند؟ نمی شود که جواب مشخصی داد. هر کس میتواند که زیایی بودن را از زاویه خود تلقی کند و از زاویه خود شرح و تفسیر دهد. و مثل که هر کس میتواند که خود را زیایی پندارد. هر خود زیایی پندارد. اما من فکر میکنم که یک زیایی اول باید احساس کند که باید بداند که در چی مقطع از زمان زندگی میکند و در چی مقطع از زمان قرار دارد و در بطن این زمان خود او چی میتواند که اضافه کند، چی میتواند کردن. بله. خیلی ها تا اون توانی که داشتن نیروی ذهنی خود را استفاده کردن، شناختی خود را، دانسته های خود را استفاده کردن تا اینکه سیمای جهان را تغییر بدن، سیمای روزگار خود را تغییر بدن. و همین تغییر دادن و همین کامل کردن یک روند است که از جانب زیایی مردم میتواند که ادامت سالمتر داشته باشد. اما برای زیایی بودن باید که هرگز دست از دامن کتاب، دست از دامن مطالعه، دست از دامن شناخت و معرفت تو جستجو نبرداری. به این نمی شود که زیایی باشد، همه را روشن ببیند، همه را روشن تفسیر کند، همه را روشن هدایت و راهنمایی کند. یعنی تو وقتی که هر زحمتکش باید بود. بله. اگر دعوای زیایی نمیشود که روشنی را دید. اگر ما بخوایم که تاریکی رو روشنی بخشیم، این روشنی فقط با زحمت و با رنج به دست می آید. رنج مطالعه و جستجو و رنج شناخت و معرفت جهان. بله، سلامت باشید استاد عزیز. باشد که همیشه صبور، متین، توانا باشد و نه همان تخم فرهنگ را، تخم ادب را، تخم کتاب را، تخم کتابخانه را خیلی شایسته در صفای باطن بچه خلق، در صفای باطن شاگردهایتان کاشته باشه. سلامت باشه. برحق زیایی زمان است، چون می‌داند در چه مقطع زمان قرار دارد، چی باید بکند و چی میتواند کردن. چه سعادت بزرگ است اگر دل بر رسالت خود صادق ماند، یعنی باز هم با نیت‌ها، با اقدام‌های سازنده، با ذوق پرپر زند. اگر همچنین است، آواز فردا همواره در گوش صاحب دل زنگوله بیداری میزند. خوش به حال پروفسور عمر سفر که هم قدم زمان است و هم دور رو میبیند. بنابر با جهان شناسی مشخص خود چون خود کشای میکشد، صدای آینده را به گوش شاگرد شایسته حلقه بنماید.
حلالش باد یا نه بیننده ما.